حضرت نبی کریم علیه السلام یک روز کس در خانهشان وارد شد، خیشنشان خواهر حضرت خدیجه الکبری آمد. بعد از وفات خدیجه صاحب، بعد از دنیا رفتن خدیجه صاحب سالها میگذرد. وقتی که وارد خانه شد علیه السلام به حدی بالا خیشنش احترام کرد، خوش آمدید گفت، با پیشانی باز استقبالش کرد. روزی از روزها گوسفندی را علیه السلام ذبح کردند. فرمان داد که گوشتی از این گوسفند را در خانه های اصدقاء خدیجه ببرید، یعنی از این گوشت ببر در خانه خواهرخواندای خدیجه الکبری که چندین سال قبل اون خانم نکاحی من بود. روابط خوشبختی علیه السلام درس مهم است برای تو اومد. با خواهرخوانده خانمش هرگز فراموش از ذهن پیغمبر گرامی نمیشه. گوشت را توته میکنن، به دست عساکر و خدمه میدهن، میگه دروازه را در قلباب کو. این دروازه کسی بود که در زمان حیات طیبه خدیجه صاحب خواهرخواندگی داشت. دمو مادر گوشت ببرید، بمو خانم گوشت ببرید. بیاییم عزیزان من خوشبختی را در بیابیم. در دیگر حدیث علیه السلام می فرماید الا اخبرکم بنسائکم من اهل الجنه، آیا شما امت را به زنان جنتی که هستند خبر ندهم؟ یعنی زن جنتی کی هست؟ زنان بهشتی کی است؟ زنان بهشتی و جنتی چه علامه دارد؟ علیه السلام با موضوع خبر داده. الودود، زن جنتی همان زنی هست که شوهر دوست باشند. کلید خوشبختی از جانب شوهر اون زن جلب میتونه بکند که اون شوهر خود دوست داشته باشد. کلید خوشبختی زن همان است که شوهر خود را دوست داشته باشد. زن شوهر دوست جنتی هست. الا اخبرکم بنسائکم من اهل الجنه الودود الولوده. این لفظ حدیث است. ای امت شما را خبر ندهم به آن زن که جنتی باشد زنانتان؟ گفت خبر میتم. همان زن جنتی است، یک نشانه همین است که شوهرشان را دوست داشته باشد. دوم همان زن جنتی است که اولاد نسل تولد در دنیا آورده باشد. سوم نشانه جنتی زن همان است که نفش همیشه به شوهر برسد. چهارم نشانش همین است، زن جنتی هر قدر که از آدرس شوهر برش ظلم صورت میگیرد میگه دست من و دامان تو. با یک خانه جارو نکردن زنان طلاق میشه. این فساد را به کجا میکشانیم؟ خواهرم به یک جنگ و به یک گوشت نیاوردن در خانه تقاضای طلاق شوهرت نکن. همان زن بوی بهشت در مشام و بینیش نمیرسد که از شوهر تشکری نکنه و تقاضای طلاق بکنه. کلید خوشبختی اینجاست که خواهرم اگر خواستی در لیست جنتیایی که علیه السلام خبر داده و معرفی کرده علامش قرار بگیری، شوهرتان دوست داشته باشین. خواهران ارزش دوست داشتن شوهر داره، قیمت دوست داشتن شوهر داره. چرا؟ در یک حدیث می فرماید اگر یک خانم لااقل یک هفته خدمت شوهر بکنه 8 دروازه جنت برایش باز میشه. سبب ورود جنت تو شوهر تو است. هر طوری که به خاطر پینه کردن لباس شوهر اگر زن کوک میزنه و میدوزه، هزار نیکی الله به او زن میده. پس اگر خواست کلید وارد شدن بهشت خواهر به دست بگیرین،
شوهر دوست باشین، نفعتان به شوهر زیاد برسانین و شوهرتان احترام زیاد بکنین و اطاعت شوهر بکنین. و هر چی که شوهر ظالم شود کلید خوشبختی را کنار بگذارد با تو. اگر رفتار ناشایسته بکنه بگو دست من و دامان تو. الله تو زن را به زبان پیغمبر گرامی جنتی عنوان کرده است. کلید خوشبختی را امروز از زندگی ما او سو انداخته شده است. تنش ها و جنجال های خانوادگی ما را بخی سل کرده در اصطلاح. خواهری از امریکا، از کانادا، از این و آن. ما در یک صحبت در یک محفل عروسی گفتم یک خواهر را چارشویه نگردانین. یعنی وقتی که یک دختر در بچه تو داد خسور خود یک شوهر ساخته سرش پتکه و سیاست و امر کننده میکنی، خشو دیگه خود یک غلدر ساخته، ننو دیگه ایوار دیگه، شوهرش خصوماندگی. ما بعد از جنجال هایی رفتم که کاملا خوشبختی ها از کنار زندگی رفته، ایوار خسته ینگر را لطکوب کرده. اینجاست که از دو خانواده کلید خوشبختی بر هم چیده شد. چرا اتفاق زن و شوهر کلید خوشبختی است؟ چون شیطان از آدرس جنگ زن و شوهر میدال میته در افراد خود. شیطان دشمنتان است، چرا دشمن نمیخوانید؟ ما با شما میگم که از دروازه مسجد برآمدین کمین است تو را میزند، کلکین میده میکنی میگه اونجا کمین است مرمی نخورم، از اینجا میرگیزی خدا میندازی. چرا یک انسان صادق و امین و نیک بگوید که از دروازه دست چپ در خطر است جانت، از این دروازه هرگز نرو، این دروازه را خب بگذار قفل است، شیشه را میده میکنی میگه من در کمین بر نخورم و سر نخورم، خود را نجات میتی. علیه السلام با ما تو گفته که ای عزیزان من، یگانه میدالی را که از خرابی خانواده ابلیس به افراد خود میدال کپ طلایی میته، متوجه باش که دشمنت است. چرا دا گفته دشمن میکنیم؟ چرا دشمن را خوشحال میسازیم؟ چرا دشمن را در اعصابش گندم میریزیم؟ شیطان دشمن آبایی است، از این آدرس کلید خوشبختی را کنار میگذاره، تو را بازنت به جنگ میندازه. یعنی شما تو فکر نکنین که خوشبختی یک نوع مارک است که از جهان بیرون در زندگی ما آمده. امروز همین طور است، میگه در خارج چنین زندگی است، در حالی که مارک خوشبختی که آمده در بین زن و شوهر از آدرس پیغمبر گرامی آمده، از آدرس رسول علیه السلام آمده. پیغمبر علیه السلام می فرماید خانومشان عایشه صدیقه رضی الله عنها کنت اشرب، من بودم می نوشیدم الماء آب را، وقتی که آب را می نوشیدم و انا حائزون، من ماهوارم بودم، با داشتن ماهوار از گلاس آب می نوشیدم، گلاس پس با پیغمبر خدا می دادم، از جای دهن من دهن گذاشته آب می نوشید. مارک نیکبختی تاپش در بین جهان اسلام و رسول گرامی است، از خارج آمده. علیه السلام با خانمش به حد کلید و خوشبختی ها را ادامه می دادن که از جهتی که آب می نوشید همسرش به پیغمبر می داد، رسول گرامی جواب می نوشید. در دیگر حدیث می فرماید تعرق میگه یک کلمه را، اتعرقو. تعرق همان استخوانی را گویند که در جانش یک چیزی گوشت باقی بماند. همین طور است. در هتل‌ها برین از یک گوشه استخوان که قاشق پنجه تو گرفته که دیگه قاشق پنجه تو میکنه، چرا با دهنت نمیخوری؟ به حد فرهنگ بیرونی سر ما غالب شده، استخوان با دهن گوشتش کندن بی سلیقگی، بی مروتی، لا انسانی عنوان میکنی. محبت زن و شوهری رسول گرامی را علما خوشبختیش از جهان خارج تقلید میکنیم، اما تو کتاب نخواندی، اما تو زن و شوهری علیه السلام را کلیدای خوشبختی را از اسلام تو مطالعه نکردی، مجبور هستی که دنیای بیرون دمت نقل میکنی. حقوقی را در زن و کلیدی های خوشبختی را در بین زوجین که اسلام داده تمام دنیا را بپالین، اگر پیدا کردی نوش جانت. ای که من لط میکنم او در اسلام نیست، او را من لط کردم.
ای که تو با خانومت با نامزادت در طول 2 ماه تنش ها در بین آمده، تو ملامت است، اسلام ملامت نیست. بنان عزیزان من، وقتی که گوشت را از جان استخوان میکندم میخوردم، عایشه زنها میفرماید و این استخوانی که مقدار گوشت کمی مانده به رسول گرامی میدادم و اون استخوان را چهار اطراف تاب میداد، میگفت از کجا دهن مبارک خانم من خورده باشد، از آنجا رسول گرامی میگزید و گوشت استخوان را میکند. حیرت میرید، تعجب میکنید که پیغمبر ما در تو امت چی درسای خوشبختی داده، در ما و تو چی آدرس های زیبایی را تعلیم کرده است. با برادرخان محبت داری، با نشست های بیلیاردخانه هستی، در بوسکشی ها ساعت ها تیر میکنی، در کنار خانومت که همه اصول زندگی تو را تحمیل کرده محبت موتو پشت دور داده خواب میکنی.